تا امروز از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان 651 نفر شهروندان غیر قانونی در بویت‌های مسلح، زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات‌های جنگی در حدود دیگر دولت‌ها خصوصاً سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، یمن اشتراک می‌کنند. از همین 651 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان 19 نفرشون زنان تاجیک میباشند. تعداد اویله‌هایی که با مقصد جهاد و اشتراک در سطح تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی و اکستریمیستی بیرون از کشورمون میباشند تا امروز 113 اویله را تشکیل میدهند. هیئت این اویله‌ها از 119 نفر مرد، 117 نفر زن، 70 نفر دختر و 92 نفر پسربچه‌ها عبارت میباشند. کم نیستند زنان و دخترانی که در داخل جمهوری با هیئت تشکیلات حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی که فعالیتشان در جمهوری قطع کرده شده است به طور پنهانی فعالیت تحریک‌کارانشان ادامه داده است. عامل دیگری که باعث بسیار تشویش است این به تنظیم ضروری روند تحصیل شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور میباشد. یعنی در مؤسسه‌های تعلیمی در نظر دارم این به پیشگیری ظهورات پنجشوی و وسعت و تشکل یافتن رویه‌های افراطگری و تروریستی در جامعه، پیشگیری شامل‌شوی شهروندان جمهوری به این گونه رویه و ایدئولوژی‌های نامطلوب بوده می‌باید تمام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، جامعه شهروندی و وزارات اداره‌های دفعه‌دار دولتی باید که در آن اشتراکی به‌واسطه داشته باشند. متاسفانه صرف نظر از درجه به نظام در آمدن ترتیب و مکانیزم نظارت گرفتن تعلیم دینی شهروندان در خارج کشور پرابلم مذکور تا هنوز حل نهایی خود را نیافته است و همچون پدیده نگرانی کننده و خلالدار کننده امنیت ملی کشور باقی میماند. بسیاری از طالب‌علمان بعد از به وطن برگشتن با فهم نمودن عقیده و تعلیم و جریان‌ها رویه‌های افراطی و مذهب‌های بیگانه از قبیل سلفیت، تبلیغ، حزب و تحریر، انصارالله و غیر مشغول شده با وضعیت جمعیتی و افکار مردم تأثیر بسیار منفی می‌رساند. با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان در مجموع تا امروز 3090 نفر طالب‌علمان تاجیک که غیر قانونی در مؤسسه‌های دینی خارج کشور تحصیل می‌نمودند به وطن برگردانده شدند. اما در سطح ضروری اجرا نگردیدن طلبات‌ها از جانب مقامات دخل‌دار جهت همگرایی و متوجه‌گردانی شهروندان از دانشگاه دینی خارج کشور برگشته با محیط اجتماعی کشور از جمله مساعدت نمودن به تعلیم و تربیت آنها، جلب آنها و مهنت فایده‌ناک باعث گردیده است که تقدیر تعداد زیادی بازگشتگان تا امروز نامعلوم است. از قلمرو جمهوری دیگر باره بیرون رفته قسمتی از آنها دوباره به جای تحصیل پیشینه برگشتند. در این باره مقامات دخل‌داری